میخواید یه دسر معروف گیلانی به اسم کاکا براتون درست کنم؟ پس با من همراه باشید. پخته شد: شکر، آرد برنج و آرد گندم، شیر، تخم مرغ. خب اول 2 تا تخم مرغ رو میشکنیم، داخل ظرفی میریزیم. اول تخم مرغمون رو کامل میزنیم. خب شکرمون رو میریزیم. با این پیمونه های اندازه‌گیری من اندازه گرفتم، یا با لیوان فرانسوی. یه دونه شکر بود پیمونه، کمی میزنیم، کمی دارچین، زردچوبه‌شو یکم بیشتر میریزید. یه کوچولو هم نمک میریزیم، خیلی کم. هل هم اضافه میکنیم. خب بعدا من توی این مرحله کدوی پوره شده رو اضافه میکنم که اینم 2 تا لیوان هستش. خب من کدو رو گذاشتم، اول پوستش رو گرفتم و دونه هاشو در آوردم. اون روشم که یه مقداری ریشه اونم جدا کردم. بعد گذاشتم توی قابلمه با یه استکان آب کم گذاشتم رو شوره کم، با بخارش پخته شد. یعنی هیچی آب نباید داشته باشه. با یه گوشت‌کوبم لهش کردم. کدو رو اضافه من میکنیم، هم میزنیم کدو رو. بعد ما 2 نوع آرد داریم: آرد برنج و آرد گندم. یه پیمونم آرد برنج، یه پیمونه آرد گندمه که اضافه میکنیم. به اندازه 1 قاشق من گلابم اضافه میکنم. بعد آرد رو تو چند مرحله اضافه میکنم. آرد رو البته الک کردم. داخل آردم هم 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر ریختم. همزمان با آرد کم کم شیرم اضافه میکنیم. یک دفعه نمیریزیم چون ممکنه موادمون شل بشه. دیدیم موادمون سفت شده. 1-2 قاشق با احتیاط شیر میریزیم، هم میزنیم. اگه دیدیم دیگه خوب شد، دیگه شیر احتیاج نیست. نیم ساعت توی یخچال هم استراحت میدیم. در صورتی که دوست داشته باشید میتونید 1 قاشق گردوی نگینی شده که با آرد من مخلوط کردم که تنشی نشه، با 1 قاشق هم کشمش. من تاول رو روغن ریختم، کمی گرم شد. بعد با ملاقه من داخلش میریزم. چند جای مختلف به این صورت میریزیم. همینجوری یواش یواش روغن هم کمی روش میریزیم، به این صورت صاف میکنیم. وقتی که یه طرفش شد، طرف دیگه‌ش رو سرخ میکنیم. خب من یه مقدار کشمش و گردو تو بقیهش میریزم، داخل تابه به صورت درسته پهن میکنم. خب ما اینو میتونیم به صورت کیک پهن بکنیم. در اینو میذارم رو حرارت کم آماده بشه، مثل کیک در میاد. خب کاکاهای ما 2 طرفش که سرخ میشه من برمیدارم. خب من اینا شده روی کاغذ روغنگیر گذاشتم تا روغناش هم گرفته بشه. اینم که کامل چیز کردیم، داخل یه دونه بشقاب برمیگردونیم، دوباره برمیگردونم تو تابه. به این صورت دوباره داخل تابه میذارم آماده بشه. خب کدو حلوایی ما آماده شد. من گذاشتم روی توری کاملا خنک میشه. بعد داخل ظرف سرو میچینیم. کاغذها رو برش دادم به این صورت. یه ردیف هم برعکسش میذارم. میخوام پودر قند بپاشم یا حالت تزیین کنیم.
قند می‌پاشم روش، بعدا کاغذ رو ببریم. ما این کاغذ رو برمی‌داریم همه رو. این کاغذ رو که برمی‌داریم خودش یه مدلی میشه برش. داخل ظرف سه. خب یکم که این کوچولوها رو به این صورت یک کاغذ بزرگ میذارم، این سمت رو پودر قند یا پودر دارچین هم میتونید بریزید. برمی‌دارید به این صورت. چند تا گلای خشک محمدی هم میتونید تزیینش کنید. اینا رو هم به همین صورت. کاکای معروف گیلانی آماده شده که یکی از دسرهای معروف گیلان هستش. شما چجوری درست میکنید؟ چه موادی میریزید توش؟ خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. ممنون از اینکه همراه من بودید.